سلام، همراه ما باشید در فلکرده لنا متولدین فروردین ماه. دوست خوب فروردین ماهی، دوبار بزن رو صفحه تا انرژی مثبت فعال بهت برگرده. توی زمینه‌های مختلفی داری فعالیت میکنی، بهترین فعالیتاتو محدود بکنی که بتونی نتیجه بهتری بگیری. خوششانسی بزرگی برات میبینم روی مسئله عاطفی. اتفاقات خیلی خوبی داری تجربه میکنی و تا 3 وعده دیگه به یه آرامش فکری میرسی و با دوستات یک شادی رو هم در پیش رو داری، مخصوصا از طرف کسی که متولد ماه تابستونه. برای تحقق فالت حتما عدد 11 رو برام کامنت کن. سلام، همراه ما باشید در فلکرده لانا متولدین اردیبهشت ماه. دوستای خوب اردیبهشت ماهی، دوبار بزن رو صفحه تا انرژی مثبت فال بهت برگرده. وقتی یک کاری رو میخوای به پایان برسونی، بهتره که از سختی‌هاش، اون بحران‌هایی که داشتی به کسی نگی و که انرژی‌های منفی دور و بر شما نیاد. و یا اگر میخوای کاری رو شروع بکنید، بهتره که کلا به کسی نگید و خرید و فروش و معامله در پیش رو دارید و از سمت یه آقایی که سن بالا داره توی کار آزاده برات خبری خوشی در راهه. اگر مجردی، شروع یک رابطه عاطفی جدید در پیش رو داری و برای تحقق فالت حتما عدد 11 رو کامنت کن. سلام، همراه ما باشید در فلکرده لنا متولدین خرداد ماه. دوست خوب خرداد ماهی، دوبار بزن رو صفحه تا انرژی مثبت فال بهت برگرده و فال بهت میگه که خیلی مدت تحت فشار بودی، هم روحی هم جسمی، خیلی خسته شدی. بهتره که به خودت یک استراحتی بدی تا به یک آرامش و انرژی بیشتری برسی. و خبر خوشی تو زمینه عاطفی برات در پیش رو هست. شخصی از اطرافیانت به ظاهر باهات دوسته ولی خیلی دشمنی های پنهانی داره و برات میبینم که موفقیت تحصیلی و قبولی توی آزمون برات افتاده و برای تحقق فالت حتما عدد 11 رو برام کامنت کن. سلام، همراه ما باشید در فلکرده لنا متولدین تیر ماه. دوستای خوب تیر ماهی، برات میبینم که دوبار بزن رو صفحه تا انرژی های مثبت فال بهت برگرده. این روزا سعی کن که علیرغم مشکلاتی که داری روی اعصابت مسلط باشی، آرامشتو حفظ کنی و با فکر آشفته کاراتو انجام ندی. محدودیتایی که روی زندگی داره تا 4 وعده دیگه برطرف میشه. شروع یک مسئله بزرگ مالی برات در راهه که به نفعت. سفری در پیش رو داری که اگر میخوای بدونی حالا توی آینده چه اتفاقاتی برات میفته، بهتر که صبور باشی و برای تحقق فالت عدد 11 رو کامل. سلام، همراه ما باشید در فلکرده لنا متولدین مرداد ماه. دوست خوب مرداد ماهی، دوبار بزن رو صفحه تا انرژی های مثبت فال بهت برگرده. دوست خوبم شانس بزرگی داره بهت رو میکنه، به سرعت زندگی تو کلا تغییر میده، وارد یک مرحله جدیدی میکنه. وجود خدا رو داری این روزها خیلی بیشتر حس میکنی. اگر مجردی، ازدواج برات افتاده و تا 6 ماه آینده برات میبینم. توی عشق برات میبینم که خیلی خوششانسی های زیادی رو میاری، پولی سرازیر میشه تو زندگی و برای تحقق فالت حتما عدد 11 رو کامنت کن. سلام، همراه ما باشید در فلکرده لنا متولدین شهریور ماه. دوست خوب شهریور ماهی، دوبار بزن رو صفحه تا انرژی مثبت فال بهت برگرده. برای سلامت روح و جسمت با آرامشی روحی، خواب کافی برات میبینم که احتیاج داری. از نظر یه سری کارها که میخوای انجامشون بدی اما دارن تو رو به استرس میندازن. شرط مالیت برات میبینم که خیلی سودی پیدا میکنه، پیشرفت داری. امضای سند و قرارداد برات افتاده که خیلی برات بخیره. پولی به دستت میرسه که مشکل مالی تو باهاش رفع میکنی و برای تحقق فالت حتما عدد 11 رو برامون کامنت کن. سلام، همراه ما باشید در فلکرده لنا متولدین مهر ماه. دوستای خوب مهر ماهی، دوباره بزن رو صفحه تا انرژی مثبت فال بهت برگرده. یک سری دور و برت آدمایی رو میبینم که خیلی دارن به شما حسادت میکنن، خیلی انرژی منفی دارن و شما خیلی با این اشخاص نشست و برخاست دارید. بهتره که حالا اون فاصلت رو با این اشخاص حفظ بکنی. آرامش برات افتاده، تماس و مکالمه تلفنی برات افتاده که بهت حس خوبی میده. روی مسئله شغلی برات شانس خوبی هست و برای تحقق فالت حتما عدد 11 رو کامنت. سلام، همراه ما باشید در فلکرده لنا متولدین آبان ماه. دوستای خوب آبان ماهی، دوبار بزن رو صفحه تا انرژی های مثبت فال بهت برگرده. از اونجایی که خیلی آدم باهوشی هستی، خیلی زود تو ذهنت میتونی آدما رو، حتی رفتارشون رو تجزیه تحلیل کنی، ولی سعی کن که در مورد دیگران رفتارشون زود قضاوت نکنی. زندگیت تغییر و تحول پیدا میکنه، به زودی آرامش نصیب خودت و خانواده‌ات میشه. تماس و مکالمه تلفنی برات هست که بهت حس خوبی میده. روی مسئله شغلی برای شانس خوبی هست و برای تحقق فالت حتما عدد 11 کامنت کن.
سلام، همراه ما باشید در فعالیت اعلان متولدین آذر ماه. دوست خوب آذر ماهی دوبار بزن رو صفحه تا انرژی های مثبت فال بهت برگرده. دوست خوب آذر ماهی، روزهای پرتنشی رو گذروندی، اعصابت خورد شده. این وضعیت تا 5 وعده دیگه همه چی برات درست میشه. معجزه دارم برات میبینم توی فالت. یه تصمیمی داشتی که برات خیلی خوب افتاده، مشکل مالی داره، یا آقای میان سالی میاد و کمکت میکنه، برات برطرفش میکنه. از طرف خانواده جشن و شادی داری، شروع به کار جدید یا باز شدن مسیر مالی برات در راهه. حتما برای تحقق فالت عدد 11 رو کامنت کن. سلام، همراه ما باشید در فعالیت اعلان متولدین دی ماه. دوستای خوب دی ماهی دوبار بزن رو صفحه تا انرژی مثبت فال بهت برگرده. این روزها خیلی انگیزه داری که توی دیدگاه‌های جدی که نسبت به زندگیتون داره تغییر ایجاد کنین، کارهای انجام بدین که زندگیتون رو تغییر بده. صحبت‌هایی با یک وکیل و مشاور دارین که خیره از یک مسئله مالی برد و سود خوبی نصیبت میشه و خرید وسیله با ارزش برات می‌بینم. رفتن به یه جشن و موفقیت تحصیلی هم برات در راهه. برای تحقق فالت حتما عدد 11 رو کامنت کن. سلام، همراه ما باشید در فعالیت اعلان متولدین بهمن ماه. دوست خوب بهمن ماهی دوبار بزن رو صفحه تا انرژی مثبت فال بهت برگرده. دوست خوبم، مدتیه که میبینم که توی روابط اجتماعی خودت رو خیلی کم کردی، خیلی از جمعها دور شدی. بهتر که دوباره مجدد مثل قدیم خودت رو وارد جمعهایی که بهت حس خوبی میدن بدی. و توی محیط کارت شخصی رو برات میبینم که خیلی مدام داره اذیتت میکنه، یه پیام مجازی سورپرایزت میکنه، امضای سند یا قرارداد برات افتاده که برات بخیره، وسیله با ارزشی هزینه میکنی که میبینم که برات خیلی خوب هستش. و برای تحقق فالت حتما عدد 11 رو کامنت کن. سلام، همراه ما باشید در فعالیت اعلان متولدین اسفند ماه. دوست خوب اسفند ماهی دوبار بزن رو صفحه تا انرژی مثبت فال برات برگرده. یه سری مشکلات و سختی های صد راهتون هستن که برای رسیدن به اهدافتون ممکنه که یه جایی جلو توی کارهاتون رو بگیره، ولی این وضعیت بر دائمی نیست. شرایط به نفعتون تغییر میکنه، ناراحت نباش. یه جشن شرکت میکنی که خیلی خوشحالت میکنه. دیدار با شخصی که مدت هاست ازش بیخبر بودی برات در راهه. برای تحقق فالت حتما عدد 11 رو کامنت کن.